اگه فکر میکنی بازی‌های موبایل فقط واسه وقت کشیان، یک بار این ویدیو رو تا آخر ببین. اینجا قراره بریم سراغ 10 تا از خفن ترین بازی‌های سروایول موبایل که انقدر درگیرت میکنن یادت میره که داری با گوشی بازی میکنی. آماده بریم وسط زامبیا، جنگل‌های مرگبار و جزیره‌های ناشناخته؟ بزن بریم. Last Day on Earth Survival. وقتی که دنیا توی ویروس کشنده غرق شده و بیشتر مردم تبدیل به زامبی شدن، تو تنها بازمانده‌ای هستی که باید توی این جهنم زندگی کنه. نه خبری از برق هست، نه حکومت، نه امنیت. چقدر آشناس این سبک زندگی. بیخیال، فقط توی و دنیای پر از مردگان متحرک. تو باید منابع جمع کنی، پناهگاه بسازی و از خودت دفاع کنی و کم کم تبدیل به یه بازمانده حرفه‌ای بشی. بازی گرافیک جذابی داره و سیستم کرافتینگ یا همون ساخت و ساز عمیقه و میتونی وسایل مختلفی بسازی، از نیزه گرفته تا موتورسیکلت. مهمتر از همه سرورهای آنلاین بازی باعث میشن بازیکن‌ها با هم دیگه تعامل یا حتی جنگ داشته باشن. این بازی عملاً یه دنیای زنده است که باید توش دووم بیاری. بازی بعدی لایف افتره که خیلی شبیه به بازی قبلیه. بعد از انتشار یه ویروس مرگبار دنیا به جهنم تبدیل شده. تو توی نقش یک بازمانده وارد بازی میشی که باید هم با زامبی ها بجنگی و هم از گرسنگی و بیماری نجات پیدا کنی. توی این دنیای آخرالزمانی هر لحظه ممکنه آخرین لحظت باشه. گرافیک این بازی برای موبایل واقعا فوق‌العاده است. قابلیت ساخت کمپ، شکار حیوانات، انجام مأموریت‌های روزانه و حتی رانندگی با ماشین وجود داره. لایف افتر حس بقا رو خیلی جدی میگیره و یه تجربه آنلاین سنگین و پر از تنش ارائه میده. بازی This War of Mine Stories برخلاف اکثر بازی‌های بقا که درباره قهرمان هاست عمل میکنه. اینجا با آدم‌های معمولی توی دل جنگ طرفی. تو مسئول چند بازمانده‌ای که توی ساختمان نیمه خراب گیر افتادن و باید برای غذا، دارو و زنده موندن تلاش کنن. این نسخه داستان محورتره و چند اپیزود متفاوت داره که هر کدوم تصمیم‌گیری‌های اخلاقی سختی رو بهت میدن. آیا حاضری برای نجات خانواده‌ات غذای کودک رو بدزدی؟ این بازی از نظر احساسی کوبنده است و تجربه متفاوت از بقا رو بهت میده. توی بازی They Are Survival تو نقش یک بازمانده توی روسیه پسا اتمی بازی می‌کنی. زمین پر از رادیواکتیوه و هر قدم اشتباه مساوی با مرگه. باید به دنبال خانوادت بگردی و توی دنیای پر از گرسنگی، بیماری و موجودات جهش یافته زنده بمونی. این بازی یکی از قوی ترین بازی های بقا از نظر جزئیات. تکرار میکنم، یکی از قوی ترین بازی های بقا از نظر جزئیات. سیستم مهارت، ساخت دارو، تعمیر وسایل، تعامل با NPC ها و حتی نقشه وسیع و واقع گرایانه داره. سبک گرافیکیش مینیمالیستیه ولی عمق گیم پلیش واقعا تحسین برانگیزه. آرک سروایول ایولد موبایل. یهو بیدار میشی و خودتو وسط یه جزیره پر از دایناسور میبینی. نه چیزی یادت میاد، نه میدونی کجایی. باید یاد بگیری چطوری زنده بمونی، غذا جمع کنی و پناهگاه بسازی و اینطور کارا که لازمه یه کارته. شاید حتی یه دایناسور هم رام کردی. همه چیز از نسخه کنسول به موبایل منتقل شده. گرافیک بالا، سیستم تم کردن دایناسورها، ساخت قلعه و حتی بازی‌های آنلاین چند نفره. آرک روی موبایل تجربه کاملا شبیه به نسخه‌های بزرگتر ارائه میده که خیلی خیلی فوق‌العاده است. میرسیم به یک شاهکار، Don't Starve پاکت ادیشن. تو نقش یک دانشمند گیر افتاده توی دنیای کابوسوار بازی میکنی. همه چیز این دنیا عجیب و خطرناکه. شب که میشه اگر آتیش نداشته باشی میمیری. باید منابع جمع کنی، غذا درست کنی و زنده بمونی. فقط زنده موندن. طراحی گرافیکی خاص با سبک تیم برتون مانندش خیلی جذابه. سیستم دیوانگی، گرسنگی، دما و تهدیدهای محیطی بازی رو فوق‌العاده سخت کرده. این بازی برای گیمرهایی که دنبال چالش واقعی‌اند یه جواهر. بازی بعدی بازی نیست جز Ocean is Home Survival Island. بعد از سقوط هواپیما توی یه جزیره خالی از سکنه گیر افتادی. باید از صفر شروع کنی. شکار، ساخت و ساز، زنده موندن با چیزهایی که از طبیعت در میاد. این بازی یک تجربه واقعی از تنهایی مطلقه. البته در عین حال که برای اونایی که از تنهایی بیزارن جهنمه، برای اون طرف که عاشق تنهایی‌ان یک بهشته.
آزادی عمل خیلی بالاست، از ساخت خونه تا ساخت وسایل نقلیه. نقشه بازی بزرگه و مکانیک‌های طبیعی خوبی داره. حتی میتونی سیستم دفاعی برای پناهگاهت بسازی و کاملا سندباکسی و خلاقانه بازی کنی. میرسیم به بازی بعدی، فراستبورن. توی دنیای فانتزی وایکینگی همه چیز نابود شده. تو نقش یک جنگجوی تبعید شده باید تلاش کنی اعتبار از دست رفتت رو پس بگیری، توی محیط سرد و خشن دووم بیاری و با دشمنان فانتزی و طبیعی مقابله کنی. بازی آنلاین 4 نفر است و امکان ساخت گروه و قلعه وجود داره. گرافیک فانتزی، مهارت‌های RPG و PvP واقعی داره. ترکیب زیبایی از بقا و اکشنه که خیلی خوب روی موبایل پیاده شده. دیشن آیلند، یک آزمایش علمی خراب شده و تو گیر افتادی توی یه جزیره پر از راز، تشعشع و زامبی. باید راز پشت ماجرا رو کشف کنی و در عین حال زنده بمونی و راهی برای فرار پیدا کنی. گرافیک بازی خیلی خفنه، جهان بازی پر از پازل، دشمن و تجهیزات متنوع. ترکیب داستانگویی و بقا باعث شده یک تجربه متفاوت از بقیه بازی‌های سروایوول موبایل باشه. و بالاخره بازی آخر، وستلند سروایوال. تو نقشه کابوی توی قلب وحشی وارد بازی میشی. دنیایی پر از راهزن، حیوانات وحشی و محیط‌های خشن. باید برای بقا بجنگی، کمپ بسازی، اسلحه جمع کنی و کم کم تبدیل به افسانه غرب بشی. محیط بازی وسیعه و آزادی عمل بالایی داره، از استخراج منابع گرفته تا تیراندازی با اسلحه‌های وسترن. وستلند سروایوال یک تجربه خاص و متفاوت از بقا توی فضای غرب آمریکاست که حسابی سرگرم کننده است. رفقا، اینم از 10 تا از خفن ترین بازی بقا روی موبایل. حالا نوبت شماست. کدومی که قبلا بازی کرده بودی یا اگه بازی سروایوال دیگه میشناسی که ناب باشه و توی لیست نبود، حتما برام کامنتش کن. و خواهشاً اونی که میخوای کامنت کنی ماینکرافت نباشه، چون دیگه همه ماینکرافت رو میشناسن. اگه حال کردی با این سبک ویدیو، لایک و سابسکرایب یادت نره که خیلی کمک میکنه تا ویدیوهای بعدی هم بهتر کنیم. اینم بگم، بعد اول ویدیو میگفتم ولی الان میگم که من امادم. اینجا چنل ویو استودیو، تا یه ویدیو دیگه بدرود.